یک کس دیگه بود به نام ملا شریف. همین چیزی که ماجرینی که از طرف آمده بودن یارو درس اسلامی میداد، درس از نهضت بود، اکوان نماینده نهضت بود، درس اسلامی میدادشان. برادر این بچه ملا قلندر نیست، این دیگه یک بچه داشت یک به نام اقبال چی یک شیعه بود، یک مقبول بچه بود. این برادر پیش از اینمی چیز درس میخواد پیش این ملا. این ملا دیگه خودم چی کارا کردش کرد. بالاخره یک روز قماندان غلام، ما چی نمیفهمم بچه تکنیک بچه حساب اینو گرفت آورد که خود بچه چی ده. این بچه دخترانه پوش بود، یک دختر کار دخترانه، کالای دخترانه در جامش میکرد، میپوشید. بیادر این دیگه هر روز کار نامشو کدش میکرد. یکی از روزها بیادر من رفتم طرف دکان ایرار، میبینم که اقبال بیادر به اینجا در زیر پای ایرار چی میگیری؟ والا گفتم اگه نه تگه بانم نه نمیشه. خب بالاخره فشاری کردیم ما هم بیادر یک چکر دادم بازی بچه دیگه مختار شد. هر دیگر می آمد نمویه میداد عملی شد.